من درباره شخصیت حضرت امیر چی میتونم بگم و کی چه میتوند بگد؟ ابعاد مختلفه‌ای که این شخصیت بزرگ دارد به گفتگوی ماها و به سنجش بشری در نمیاد. کسی که انسان کامل است و مظهر جمیع اسما و صفات حق تعالی است، ابعادش به حسب اسما حق تعالی باید 1000 تا باشد و ما از عهده بیان حتی یکیش را نمیتونیم براییم. این شخصیت که جامعه تضاد است، امور متضاده درش جمع است، کسی نمیتواند در حول و حوش او سخن بگد. از این جهت من در این موضوع بهتر میدانم که ساکت باشم.